خب درود مجدد دوستان عزیز و گرامی، امید که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. میریم سراغ حدیث دیگه. خب دوستان عزیز و گرامی، در حدیث نمبر 16245 که موضوعش گفتار سیریان هست، حدیث of معاویه ابن ابو سفیان، میگه I saw the prophet، میگه من دیدم پیغمبر اسلام را sucking on the tongue or the lips of al-Hasan son of Ali، میگه من دیدم پیغمبر اسلام میچوشه یا میمکه، ساک میزنه زبان و لبهای حسن فرزند علی را که دعای الله به او باشه. میگه for no tongue or lips that the prophet sucked on will be tormented by hellfire، میگه هیچ زبانه و لبه که پیغمبر اسلام را به مکه بچوشه عذاب جهنم را نمیبینه. حالا یک ذره پایین‌تر میریم. He the prophet lift up his al-Hasan's shirt and kissed his private parts, his little penis، میگه پیغمبر اسلام لباس حسن بالا بود و بوسید اون جای کوچولوی ازوره، کوچک ازوره. و اینجا هم باز میگه پیغمبر اسلام بوسید امو تیمک کوچک حسن یا حسین را. خب حدیث مجمع الزوائد علی ابن ابو بکر الحیثمی 299 مجمع الزوائد که هم در اینجا هست که باز تکرار میشه که I saw the prophet، من دیدم پیغمبر اسلام را putting Hussein's leg apart، پاهای حسین را باز میکنه و kissing his little penis و همون تیمک کوچک او را میبوسه. خب دوستان محترم، پیغمبر اسلام لب و زبان پسر یا طفل یا کودکی را میمکه. یکی بوسیدن هست، یکی مکیدن، چوشیدن. و همچنین او تیمکش رو هم میبوسه. این چه کار است؟ فرزند خودشم نیست، فرزند علی، آخر چی کار است؟ آیا به نظر شما این رفتار درست است؟ آیا این رفتار از کسانی نیست که طفلهای کوچک را خوش دارد؟ چی نام میمانی برای چنین افراد شما؟ پیغمبر اسلام چنین میکرده. آیا این رفتار درست است؟ خودتان دوستان عزیز، خودتان مسلمین عزیز، کمی فکر کنی و بگی آیا این رفتار درست است یا نه؟ توهین نیست، کتب شما این را گفته. به امید کمی خرد. شب و روزگار